کجا باید صدا سر داد که مردم صلح می‌خواهند؟ رویایی که تنها با دربند بودن این جنگ افزارها می شود حقیقت یابد. ستایش از نیروهای افغان در جاده‌ای که بیشترین حمله‌های رصدکنانه را در کابل گواهیده. در بیشترین حمله‌ها نیروهای افغان آماده قرار گرفتند، اما امروز آنان با گل پذیرایی می‌شوند. تفنگ‌ها دیگر گلوله نه بل گل شلیک خواهند کرد. این همان چیزی است که فعالان مدنی و مردم خواهان آن هستند. اما در شرایطی که جنگ در بسیاری از بخش‌های کشور اوج گرفته است، تا چه اندازه می‌توان به دست یافتن به این خواست امید داشت؟ توسط موسیقی و تئاتر خواستیم پیام بدیم که افغانستان فضای پر از محبت و عطوفت و سرشار از مهربانی هم میتونه داشته باشد. آواز می‌خوانند، نمایش برپا می‌کنند و از هر راه به خشونت نه می‌گویند. تلاش‌هایی که به نیروهای امنیتی در پیکار با رصدکنی بیشتر رویه می‌دهند. بدون همکاری و حمایت مردم ما هیچ چیزی نمیتونیم و امی حمایت مردم است که هم ما را کمک میکنه و هم ما را یعنی در راستای تامین امنیت یاری میرسانند. هفته هاست که در پایتخت و دیگر بخش‌های کشور خشونت‌ها همگان را چنین حصیر خودش ساخته است. هرچند بسیاری می‌کوشند که با راه اندازی برنامه‌های از این دست به مبارزه با این نابسامانی‌ها برخیزند و صلح خواهی را بلندتر از همیشه فریاد بزنند.